سلام، خوش اومدید به چنل من و بابام. این قسمت قرار رامودیس رو بازی کنیم. حالا بریم برای آموزش. حالا این بازی 20 تا 30 دقیقه طول میکشه. 5 تا 99 ساله، 2 تا 6 نفره. خب حالا بریم بازیشو ببینیم. تای بازیه، اینم امتیازهای بازیه که 1 و 5 و 10. این سگ به نشانه بزرگترین فرده و این گرگ به نشانه کوچکترین فرده. هر کسی یه دسته کارتی داره. من سیاه برداشتم یا همون رنگایی که داریم. من آبی برداشتم. همون رنگایی که براتون توضیح دادم. خب حالا مثلا من اینو انداختم. بابام میتونه مثلا این کارتو بندازه. خب کارت گرگ که کارت گرگه. اگه کارت گرگو توی بندازم دسته هاش یکی فقط هست. تو شرایط خاص میتونه بندازه. اگه اینو بندازه کارتش به فنا رفت. خب من اگه مثلا بره بندازم چی میشه؟ تو بره انداختی منم بره میندازم، هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ اتفاقی نمیفته. میتونین بندازیم یعنی تا مثلا آخر. تو بره میندازی من بره میندازم. کارت زیاد میشه تا یکی اینو میندازه و همه کارتو برام. خب اگه گرگو بندازی من بیام با این سگ بندازم چه اتفاقی میفته؟ این سگ رو بندازی سگ فراری میره و کارتت میره تو سوخته ها. نه ببین قبل از که تو گرگو بندازی من سگو بندازم چی میشه؟ هیچی، کارتت سوخته دیگه. اگه تو گرگو بندازی من سگ بندازم چی میشه؟ کارت من میره تو سوخته ها. یعنی گرگ تو از بین میره و من سگم باعث میشه که تو نتونی بره ها رو برداری برای خودت. آره. آها. سگ نگهبانه دیگه. سگ نگهبانه. یعنی چوپونه مثلا. آره. خب این که امتیاز داره، هر کی امتیازهای بیشتری جمع بکنه اون مثلا همه این کارت ها هست چند تا 4 تایی یکی 2 تایی و اگه اینو بندازه این منفی یکه، این منفی یکه، یعنی اگه اینو بندازه منفی 1 میشه دیگه. این بوز گرده دیگه. آره. آها. یعنی اینکه اگه کسی اینا رو برداره توی این منفی 1 داشته منفی 1 امتیاز ازش کم میشه. درست شد؟ بعد این گرگ پیر چیه؟ گرگ پیرم خودشو در نقش مادر بزرگ جا میزنه. اونم میکنه اینو میکنه ولی امتیازی ها کمتری میده. یعنی فقط میتونی یه دونه مثلا بزغاله برداره یا یه دونه نه امتیاز کمتری، مثلا یه دسته از کارت رو میتونه برداره، مثلا همین تعداد میتونه برداره. خب با اون چه فرقی میکنه با این چه فرقی داره؟ این مثلا یه کپه یه تعداد کارت. آره یه تعداد کارت زیادی هست. این میتونه برداره ولی مثلا اندازه همین این میتونه فقط یه دونه آره همینجور برداره، یه دونه بزغاله برداره، هر چی برداره، ولی این میتونه تعداد زیادی برداره. درسته؟ میتونه مثلا همین کارت که اینجاسو برداره. این داستان سگ و اینا رو من فکر کنم اینه که سگ بزرگترین فرد تو تیم بازیه. گرگ کوچکترین فرد. برای اینکه نشون دهنده به این باشه که کی اول شروع میکنه که دوم کی بعدش کی آخره که اول. گرگ آخر. خب منم تو که الان 2 نفریم دیگه فرق نمیکنه. بسیار عالی. بریم برای بازی واقعی. خب حالا من 2 تا کارت میذارم. منم 2 تا کارت به انتخاب خودم. مثلا نه نمیدونیم کدوم کارت رو من داره. دفعه اول شانسیه فقط. بذاره دیگه. این دستگرمیه. میتونیم دست اول دستگرمی بازی کنیم تا بیا دیگه. آماده ای؟ حالا چپلکیش میکنیم. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ 2 تا سگ داریم، یه بز، یه دونه گرگ. از تو میتونی فقط یه دونه منو برداری، ولی وقتی میخوای برداری سگی من میگه و تو نمیتونی برداری. همینجا همش همینجا میمونه. حالا 2 تا کارت بعدی. آماده؟ 2 تا کارت بعدی. 1 2 3. حالا گرگ من میاد. مثلا اینا رو فکر کنم بعد میذاشیم کنم. گرگ من میاد و اینها رو برمی‌داره برای خودش. خب الان من 3 امتیاز دارم. خب این 3 امتیازی که من دارم چه اتفاقی میفته؟ 3 تا از این سکه‌ها برمی‌دارم میشه مال من. درست؟ خب حالا بعدی 2 تا کارت بعدی. آماده؟ 1 2 3. تو الان میتونی برداری یه گرگ تو یه 4 امتیازی برداری، یه 2 امتیازی، یه منفی 1. 4 و 2 6 با منفی 1
من 5 تا سکه بردار 5 امتیاز بردار 5 دو دهی الان من 5 بیادم خب این کارت رو دم بذار تو جزء سوخته ها حالا دوباره دو کارت حالا بعدی همه کارت ها رو فکر کنم آخرش باید 3 تاییشو بذاریم 1 2 3 خب من یه گرگ پیر دارم یه 4 تایی دارم الان میتونی یک گرگ دارم. پیرت ببره ولی مثلا این دو من گرگ پیرم یه دونه میتونه برداره دیگه یه دونه مال میتونه خودم برداره. آورده داره 4 تای خودم آورده نه فقط مال منو میتونه برداری که منفی آها تو منفی یک میدی نمیخوام اینو بردارم چرا تو منفی یک میدی خیلی خب پس همینجوری ادامه میدیم بازی همینجوری ادامه میدیم دوباره دستا رو 5 دست فکر کنم بازی کنیم 5 سری باید بازی کنیم بعد ببینیم چی این امتیاز کم نه هر کی امتیازش بیشتر شد هر کی 5 امتیازش شد بیشتر آره پایین خب دوباره کارتاتو بردار بیشتر دوباره کارتاتو بردار من حالا الان 3 میریم این امتیازم دست تو 5 بیشتر از گرمی رو یاد دادم حالا میریم این دست واقعی بشه یه ذره برد بزنیم آماده حالا این دست درسته بابا بعد چپ اه حلقه ببخشید تو نمی‌بود خب چرا نمیاری کارت تو 1 2 یه دیگه صبح شد 3 اوه یس من گرگم و گله میبرم فکر کنم قبلی تو گذاشتی نه 3 امتیاز مال من حالا اینا رو بچه کار کنیم مال خاطر تو سوخته آرده من گوشه گوشه خب حاضر بعدی یک دو سه نه هیچ کدوممون هیچی نمیبریم فکر کنم اینو باید این وسط میمون خب بعدی حالا دوتا بابا بعدی. این سگت از دست رفت من آره باکسی 2 3 حاضر 1 2 3 بیا وایس 1 2 3 اگر این اتفاق روزه همه کارتامو سوخته دیگه همه اینا رو میبری این حالا من گرگ منم منهای گرگا یکر رو نمیبره. بردم شما 4 رو بردم نه تو هم منفیه با میره هم 4 من گرگی پیرم نمیتونه بردارم آها. اصلا مال تو 4 بود من میتونم بردارم تو چجوری نه. تو میتونی منفیه برداری من 4 امتیاز بردم پسمون من حاضری 3 تای آخر یه آخر و 3 تایی بانه تو یه دونه شو میتونی برداری من بردم. من 4 امتیاز من 4 امتیاز شما 3 امتیاز بردم. آره این بازی برای حافظه خوبه که بفهمی که حریف چه کارتایی یعنی تو ذهنت نگه داری حریف چه کارتایی رو بازی کرده چه کارتایی رو بازی نکرده حالا هی جمع میشه هی جمع میشه هی جمع آفرین میشه هی ببری تا 5 دست باشه تا این سکه ها همینجوری میمونه ها آره سکه ها سکه زیاد میدن سکه ها ببینیم چند هر کی سکه‌هاش آخر بازی بیشتر شد برنده است برنده دیگه برای چه بازی خوبیه این برای چه تقویت کننده چیه تقویت کننده ذهن یعنی هی حافظه مدتمون استفاده میکنه دیگه تمرکزمون رو بره بالا جرزمون شیطنتمون نه حالا تصویر بعدی خدا حافظ حالا این دست درست بابا بچه هم حالا ببخشید نه بود خب چرا نمیری کارت تو 1 2 یه دیگه خوب شد 3 اوه یس من گرگم و گله میبرم کنم قبلی تو گذاشتی 3 امتیاز من حالا اینا رو بچه کار مال کنیم خود داره سوخت من گوشه بود خب حاضر بعدی یک وایسا 2 3 نه هیچ کدوممون هیچی نمیبریم فکر کنم اینو باید این وسط میموند خب بعدی حالا دوتا بابا بعدی. این سگت از دست رفت من آره باکسی 2 3 حاضر 1 2 3 بیا وایس 1 2 3
اگر این چی اتفاق شد؟ بیفته اگه اتفاق بیفته همه کارتامون سوخته دیگه. همه اینا رو میبری. این حالا گرگه من منم منهای کلیه یک رو رو نمیبره. بردارم، شما 4 رو بردارم. نه تو هم منفی 1 رو میره هم 4 رو. من گرگه پیرم نمیتونه برداره. آها. حتی من تو 4 بود، من میتونم بردارم. تو چجوری نمیتونی منفی برداری؟ تو میتونی منفی 1 رو برداری. من من 4 امتیاز بردم. این کارت من نبود دوست اینجا. آره حاضری 3 تای آخر 1 آخر و 3 تایی با هم بندازیم. بیا تو یه دونه شو میتونی برداری. تو من بردم. من 4 امتیاز. من 4 امتیاز. شما 3 امتیاز دارید. آره این بازی برای حافظه خوبه که بفهمی که حریف چه کارتایی رو، یعنی تو ذهنت نگه داری حریف چه کارتایی رو بازی کرده، چه کارتایی بازی نکرده. حالا هی جمع میشه، هی جمع میشه، هی جمع آفرین، میشه هی ببری. تا 5 دست باشه، تا این سکه ها همینجور میمونه ها. آره، سکه ها سکه‌ها نمی‌ذاره زیاد اونجا. میشه. سکه ها ببینیم چند میشه. هر کی سکه‌هاش آخر بازی بیشتر شو برنده است. برنده است. دیگه برای چه بازی خوبیه؟ این برای چه تقویت کننده چیه؟ تقویت کننده ذهن دیگه. یعنی هی حافظه قابلیتمون از استفاده میکنه. دیگه تمرکزمون رو بره بالا، جرزنیمونو شیطنتمونو. نه؟ خب حالا تا ویدیو بعدی خدا حافظ.